سلام بچه‌ها، خوش اومدید به اولین ویدیوی ما در چنل دیمو که اومدیم اولین ویدیومون با یه ویدیوی آموزشی شروع کنیم. دوستان اومدیم چی آموزش بدیم؟ اومدیم آموزش بدیم چجوری اسم فارسی و سالم داخل کالاف بنویسیم که الان 90% میدونن، ولی خب بازم اکثرا تعداد کمی نمیدونه. حالا اومدیم برای اونا توضیح بدیم. بچه‌ها اولین کاری که می‌کنیم یعنی زبان طراحی می‌کنیم، میرین داخل ستینگ، میرین تقریبا یکی مونده به آخر، اینجا زبانتون رو این من عربی میکنید. بعدش چیکار میکنید؟ بعدش میریم داخل رو پروفایل، یا اینجا اسم انتخاب میکنید یا اینجا اسمو مینویسید. حالا دیگه هرچی اسم مثلا امیرم بنویسی، بله میبینیم دیگه درست می‌نویسه. بعد حالا اگه انگلیسی بود چی میشد؟ همینا رو جدا جدا مینوشت، یا معمولا برعکس مثلا از سمت چپ مینویسه به این ور که این دیگه زیاد جالب نمیشه. خب بچه‌ها ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. آقا داخل کمتر 1 دقیقه هم جمعش کردیم دیگه تقریبا. آقا لایک، کامنت فراموش نشه، دمتون گرم.